بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. سمینار امروز ما که تحت عنوان نقش درآمد، هزینه، مدیریت سالم و هوشمند آنها برای رسیدن به یک زندگی متعالی و سازمانهای تجاری رو برای رسیدن به یک زندگی خوب متعالی بررسی میکنیم با جناب استاد دکتر عبدالسلام تراوت که امشب در این برنامه با ما هستند و تحت همین عنوان سمینار آموزشی را به مدت 20 دقیقه اول در این مورد صحبت خواهد کرد و بعد از او سوالاتی که دوستا در مورد صحبت‌های جناب استاد داره سوالات خود را مطرح خواهیم کرد و جناب استاد گرامی بعد از 20 دقیقه بعد از اینکه سوالات مطرح شد جناب استاد به سوالات شما پاسخ خواهند داد. جناب استاد گرامی شما را هم به برنامه خوش آمد میگم. فکر کنم که به برنامه تشریف دارین و حضور دارین. جناب استاد برنامه رو شروع کنیم به خاطر از اینکه 40 دقیقه فقط ما وقت داریم که در این مورد صحبت کنیم و سوالات دوستا را هم بگیریم. جناب استاد، عنوانی که امشب ما تهیه کردیم و شما در این مورد صحبت کنین، به نظر شما نقش درآمد و هزینه، مدیریت سالم و هوشمند آنها برای رسیدن به یک زندگی متعالی و سازمان‌های اقتصادی چگونه است؟ شما این موضوع رو چطور بررسی میکنین و در این مورد اگر امکانش هست صحبت کنین تا که بتانیم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم و ابعاد مختلفش مورد بحث قرار بدیم. جناب استاد تراوت گرامی، صحبت در اختیار شماست. بفرمایید. با مایک خدا بسته میکنیم. تشکر از شما. به نام خدا. اول زیاد افتخار دارم که امشب با این دوستا مدتی که نظر به صحبتهای شما حدود 40 دقیقه که ما داریم با شما هستم و از اول به شما بگیم که انشاءالله 40 دقیقه ما شما خیلی جالب خواهد بود و شما خسته نخواهید شد. از اون خاطر ما البته تمام چیزهایی را که در عنوان بخش است، ما نقش درآمد و هزینه، مدیریت سالم هوشمند آنها و دیگر رسیدن به زندگی متعالی که البته از نگاه انفرادی زندگی متعالی هر شخص است و از نگاه سازمان ها هم که میتونیم ما بگیم که در اقتصاد چه قسم است، ایارم ما میتونیم بالای از بحث داشته باشیم. از خاطر ما مستقیما داخل خود از این بحث ها میشیم. اول درباره درآمد کمی صحبت میکنیم، بعد از او هزینه ها و بعد از او بخش های دیگرش. درآمد همین پولی است که توسط که تولید کنندگان با فروش محصولات یا ارائه خدمات خود به دست میارند. یعنی هر کسی با همون پول و محصول و خدماتی که در مقابلش برای دیگر اشخاص یا مشتری های خود خدمات ارائه میکنه، در مقابلش یک پولی که به دست میاره، اینمی خودش درآمد است. درآمد هم خب فرق داره، میتونه اصلا خود کارگرها هم میتونن یه هم درآمد باشه، یک کسی میره کارگری میکنن او هم درآمد است، شرکت هایی که کارهای بزرگ انجام میتن او هم درآمد است. خلاصه ما امروز یکی موضوع درآمد است زیاد کوچک تشریح نکنیم چون دوستایی که هستن هم خب معلومات کامل در این باره دارن. میایم درباره بعد از او درباره هزینه ها است. هزینه ها عکس درآمد است، یعنی که درآمد موجب افزایش سرمایه میشه و هزینه موجب کاهش میشه. از اون خاطر یک موضوعی را که زیاد تمام مردم متوجه نیستند، به صورت عموم انسان ها 30% پول های خود به چیزهای خرید میکنن، یعنی چیزهای هزینه میکنن که اصلا برای انسان ها نیاز نیست و این 30%
چی کارها میخرن. مثلا یگان چیزهای در خانه میخرن، بعضی چیزایی که اصلا در سال یک بار دو بار یا حداقل چهار پنج بار استفاده کنن، در حالی که دیگه از او استفاده نمیکنن. همین که شوقشان میخرن و میارن در خانه میمونن و این پول خالص است. از پول خالصی که مثلا 100% مفاد خود یا از پول سرمایه خود 30% از این اجناس میخرن و این اجناس میارن در خانه خود میمونن و اینا نمیتونن هم که بیرون پرتن، به خاطر از اینکه برای از این پول پرداخت کردن و این باعث از این میشه که علاوه بر از که 30% پول شما رو میگیره و این پول هم او جنس هم برابر حجمی که همون چقدر حجم داره و هم خانه شما رو یا منزل شما رو کوچکتر میسازه. مثلا یک میز مقبول یا مثلا یک آن چیزایی که البته ما میتونیم زیاد چیزا را مثال بدیم، از اون خاطر ما عمومی میتونیم صحبت بکنیم که این باعث از این میشه که 30% پول ها هزینه هایی میشن که اصلا هزینه های اضافگی است و این هزینه های اضافگی هیچ کدام مفادی در زندگی آدم ها نمیتونه بیاره مگر اینکه در یک سال دو بار سه بار یا پنج بار استفاده کنن، دیگه از او استفاده کردن نمیتونن. موضوع کنترل پولهای درآمد و هزینه رو میتونیم صحبت بکنیم. در این موضوع به خاطر از اینکه مثالای درست عملی رو ما میتونیم که دوستا میشناسن، بزرگایی که در جهان هستند، با این مثال ها پیش برویم به خاطر از اینکه یا میتونن تیز اصل موضوع را درک کنن. یکی از این موضوع است که یک خواننده مشهوری امریکایی است و نام مایکل جکسون که همه دوستان میشناسن. مایکل جکسون خواننده مشهور امریکایی در کنسرت های خود بیشتر از میلیون ها دلار پول پیدا میکرد، یعنی به دست میارد و به نظر شما آدم پولداری بود؟ نه خیر. بعد از مرگش مردم متوجه شدن که 25 میلیون دلار بدهکار است و بنده خدا از 25 میلیون دلار بدهکار از دنیا رفت. همین قسم داستان مشابه مایک تایسون، بوکسر معروف آمریکایی است که حداقل همگی اسمی از را شنیده، آشنایی دارن و او به نام آیرون مایک یا مایک آهنی هم یاد میشد. او در چندین مسابقه بوکس در یک سال بیشتر از 500 میلیون دلار به دست آورد که حتی نام او در مجله موافقت یا فارچون غوغا برپا کرد، یعنی یکی از چهره های پردرآمد امریکا سال امریکا معرفی شد. ولی بعد از چند سال اتفاقایی که افتاد، مایک تایسون با بحران مالی دست و پنجه نرم کرد و بانکروت شد، یعنی پولای خود از دست داد و حال فعلا هم زندگی زاد جالبی نداره. از اون خاطر بعضی معلومات را ویکی‌پدیا یا در دیگر جاها میشه دوباره از او استفاده کرد دید. از اون خاطر اینها میتونن نمونه بارزی باشه که آدما میتونن درآمدهای بزرگ داشته باشن بدون از اینکه کنترل هزینه ها را داشته باشه و این پول ها هر قدر هم که بزرگ باشه، چون کنترل هزینه را اگر شما نداشته باشین آخرش اینمی زندگی مایکل جکسون و مایک تایسون اینمی قسم یک زندگی را داره. از اون خاطر آدم هر قدر از نگاه مالی اگر درآمد هم داشته باشه، هزینه های خدا باید همیشه کنترل کنه. حتی در زمانهایی میرسه که درآمد بسیار بالا میره و وقتی که محاسبه میکنه آدم پیش خود میگه که خب خیلی درآمد واقعا خیلی بالاست، اما از هزینه ها باید با خبر باشه، این هزینه های خودم باید کنترل بکنم. مدیریت هوشمند از این هزینه ها و درآمد همی است که ما چند چیز مد نظر باید داشته باشیم. اولین چیزی که آدم مد نظر داشته باشه باید قابل محاسبه باشه، با قابل ازی باشه که ما بتونیم دخل و خرج خود یا درآمد و هزینه خود باید شناسایی کنیم. حداقل اگر در بهترین حالتش ماهانه یک بار حساب شود، اگر ماهانه هم نمیتونن حداقل 3 ماه تا 6 ماه و درازترین مدتش باید از 1 سال بالا نباشن. حتی شرکت های بزرگ دنیا هم که است در 1 سال یک بار مثلا شریکایشون هست یا مثلا هر بخشی که هست بخش های مالیشون بررسی میکنن در 1 سال. اصلا خوبترینش هست که مادر ما باشه، چون در صورتی که از اینها بالا میره شما
قابل کنترل است، میتونین در ماه دوم ماه سوم مثلا مدیریت بکنین و کنترل کنین، سری هزینه ها کار کنین. وقتی هزینه ها بالا بره دیگه، اینمی قسم که مثلا در کشورهای فقیر، در کشورهای جهانی سوم که یا همیشه وقت در دولت ها پولای کافی ندارن، همیشه بودجه دولت اصلا پول کم است، یگان وقتا برای کسایی که مثلا مثل تجارت پیش ها بالا از جا فشار میرن یا که تکس بالا میبرن، بسیاریشان هم فقط از خاطر مشکلات نظامی هستن که یا هزینه هایشان بالاتر نسبت به درآمدشان است. ما میتونیم هزینه ها را مثلا از کوچکترین شروع کنیم و بزرگترینش هم میشه با سازمان ها و حتی دولت ها هم مقایسه کرد. یک بودجه فامیلی است که ما میتونیم حساب کنیم که مثلا در یک ماه یک فامیل چقدر هزینه داره و همین هزینه بودجه فامیل اگر ما کنترل کرده بتونیم، میتونن در سازمان ها و حتی در کشورها هم که چقدر وزارت ها دارن که اساکیر دارن دیگه دارن و چقدر کارمندای دولت کار میکنن، یا قابل مقایسه است، قابل ارزیابی است، میتونن کنترل کنن. از اون خاطر یگانه بخشی که ما میتونیم این کارا رو انجام بدیم باید همیشه در کنترل داشته باشیم. درآمد خوب، خیلی خوب است، درآمد هر قدر زیاد داشته باشیم خوب است و درآمدها هم سالم باشه، به خصوص در تجارت. و درآمدهایی که خدا نخواسته غیر قانونی یا غیر اخلاقی باشه و اصلا یک بخش دیگه است که در جهان هم مالی فعلا در بسیاری کشورها هم بسیار زیاد اضافه است و این بخش هایی است که ما در او باره اصلا صحبت نمی کنیم و او باره بحث ما شما نیست. ما فقط تجارت و بیزنس هایی که در مطابق با قانون های کشورها و مطابق با اخلاق انسان ها هستند درباره از صحبت میکنیم و این هزینه ها و درآمد باید همیشه جناب استاد ارزیابی شود و از زیر کنترل باشه. بفرمایید. با معذرت که صحبت های شما را قطع کردم. شما اگر لطف کنین به عنوان جنبندی صحبت هایتان 1 دقیقه دیگر صحبت کنین، بعد از او بریم سوالات دوستان را بگیریم. 20 دقیقه اول تکمیل میشه. تشکر. تشکر از شما. بسیار خوب. خب ما یک مدیریت هوشمند هم داریم که پیشتر صحبت کردیم که ما باید هزینه های خود مد نظر داشته باشیم و رسیدن به زندگی متعالی در شخص و همچنان در سازمان ها یا شرکت ها یا مثلا کمپانی ها چه قسم است. ما تمام اشخاص میتونن وقتی در یک زندگی متعالی برسن که استقلال مالی داشته باشن، یعنی دخل و خرجشان زیر کنترل باشن و هیچ وقت هم خدا نخواسته سرهنگاری نکنن. چون پیشتر دوستایی که ما برشان گفتیم اینمی چیزایی بود که مثل مایک تایسون و مثل خواننده مشهور امریکایی که بر شما گفتم که مایکل جکسون بهترین مثال هایی است که میتونن آدم ها از این دوری بکنن. تشکر جناب استاد گرامی که صحبت های عالمانه و خوب را مطرح کردیم در رابطه به نقش درآمد و کنترل هزینه ها و همچنان موضوعات این که چطور باید از موضوع کنترل سرمایه ها ما استفاده کنیم. یعنی باید ما بررسی داشته باشیم هر چند وقت یک بار از سرمایه های تجاری خود که آیا ما سود میکنیم یا ضرر میکنیم. به این لحاظ موضوعاتی که مطرح شد بسیار اساسی و عمده و کلان بود. دوستان گرامی، کسایی که در سمینار حضور داره اگر سوالی داره در این موارد لطفاً مایکتان را باز کنین، تصویرتان را بزنین، سوالاتتان را مطرح کنین. اینکه سوال خاص در این مورد نیسته. ما جناب استاد گرامی خواستم که یک سوال را به عنوان سوال مطرح کنم که شما اگر لطف کنین پاسخی را کنین. به نظر شما جناب استاد چطور میشه که ما از درآمدهای کم به درآمدهای کلان برسیم؟
یعنی خیلی از جوانهای ما امروز دچار همین مشکل هست که پولی کمی داره، نمیتونه که این پولهای خود را به بیزنس های کلان تبدیل کنه، یا بیزنس های خرد داره اینها را نمیتونه توسعه بده یا کلان کنه. به این لحاظ چطور میشه که ما درآمدهای کوچیکی که داریم اینها را توسعه بدیم و به درآمدهای کلان برسیم؟ بله، تشکر از شما. خیلی بخش جالب است. خودی فقیری هم که هست در کشورهای آسیا، البته فقیر تعدادشون خیلی بالا است. ما وقتی فقیر میگیم هدف موازی است که از حد متوسط پایین تر است، یا مثلا در کشور خود ما شما که بالاتر است چند بار. کشورها و حتی ملل متحد و برجا 90% و زیر 90% گفتن که زیر خط فقر هستن، و بعضی کشورهای آسیا هستن خب از اینکه مثل کشور ما شما نیست، بعضی از جاها که خوبتر از واسهشون، منتها به هر حالت در بسیاری جامعه ها هست. حتی در خود امریکا هم یک بخش به نام ضد فقر برنامه دارن. فقیری چند چیز است. البته خب یکی که مسائل از طرف دولت است که دولت ها شرایط و مساعد بسازه که مردم همو دانش و تعلیم و همو چیزهایی که نیاز دارن باید به رضا رسیدگی شود. مثلا تعلیم و دانشی را که از طرف حکومت یا دولت باید مثلا تصنیف 12 یا اصلا دانشگاه ها هستن، باید برای مردم قرار بگیره، در دسترس باشه که مردم بتونن از او استفاده کنن. و دیگه اصل خود آدم ها هم هستن. خود فقیرها چه قسم فقیر میشه، آدم ها چه قسم فقیر است. یکی که از نشانه هایش هم میسته که یا به اندک چیزهای کوچک اکتفا میکنن، یعنی برنامه بزرگ ندارن، برنامه بزرگ اصلا نمیندازن، یا اصلا در باره فکر برنامه های بزرگ نیستن. خود انسان ها هر قدر اگر برنامه های بزرگ داشته باشند و بالا از او کار کنن، این خیلی خوب است که از فقر صد نجات پیدا میکنن. البته خیلی خوب هم هست. حداقل مثلا 100% که شما اگر برنامه بزرگ انتخاب میکنین، مثلا بیل گیتس خودش میگه که شما وقتی که یک برنامه راه اندازی میکنین یا یک برنامه دارین، یک آرزوی خود نوشته میکنین، او باید قسمی باشه که هر کسی بشنوه حتی بر از او خنده کنن، یعنی خندهش بگیره، یعنی اینقدر بزرگ باشه باید. از اون خاطر یکی با چیزای اندک اکتفا میکنن. یا دیگه عدم مدیریت مالی است. مدیریت مالی اگر در مجموع ما محاسبه کنیم، پولدارها کم پول خرج میکنن و پولدارها پول زیاد یعنی پیدایشان یا درآمدشان بالاتر هستند، بازم هزینه هایشان کمتر است. اما متاسفانه مردم های فقیر با آخرین 16 پولشان هم مصرف میکنن، این یا سرمایه گذاری نمیکنن. از خاطر بسیاری کشورها یا بسیاری آدما میگن که چرا پولدارها پولدارتر میشن و چرا مثلا فقیرها فقیرتر میشن. یا زیادتر نشانه نظامی است که چرا این کار میکنن. پولدارها سرمایه گذاری میکنن، فقیرها کلی پولها را خرج میکنن. و قسمت سوم میشم است که عدم هوش مالی است. یعنی فرصت ها، حتی از کوچکترین فرصت ها ما باید استفاده کنیم، حتی فرصت های کوچک، هر قدر کوچک هم باشه. مثلا شما اگر امکانات حتی $100 هم داشته باشین، باید در این باره فکر کنین و با بالای $100 خود کار کنین. یعنی فرصت اگر کوچک هم باشه، امکانات اگر کوچک هم باشه، شما باید حد اکثر استفاده بکنین. و در بسیاری جاها متاسفانه حتی اگر امکانات بالا و مثلا سرمایه و امکانات بسیار بلند هم باشه، بسیاری از کمترین هم استفاده کردن نمیتونن. از خاطر باعث زمین میشه. در کشورهای آسیا متاسفانه اجرا خیلی جناب زیاد است، ما میتونیم ببینیم که فقر است. جناب استاد، شما یک موضوع را اشاره کردیم که حتی کسی که با $100 هم داشته باشه میتونه کاری را انجام بده. فکر کنم که شما کتابی هم به اسم این که چگونه با $100 پولدار شویم را نوشتین. بله. اگر لطف کنین که کوتاه در این مورد یک مقدار توضیحات بدین که چطور میشه با $100 پولدار شد، و اینکه این بحث مهم هست که این کتاب شما
از روی چی انگیزه به وجود آمد؟ آیا خودتان با $100 پولدار شدین یا خیر؟ اگر لطف کنین در این مورد صحبت کنین. بسیار خوب. کتابم در پیشم هست، خدا رو شکر. این هم از چیگونه، یا در این طرفش انگلیسیش هم هست، در چند کشورها چاپ شده. بله. اه، اه، ما خودم با $100 میلیونر شدیم. و اینجا ما میتونم با صراحت در این باره، اصلا البته 5-6 دقیقه 10 دقیقه خیلی کم است، منتها من میتونم برای صحبت بکنم در این باره. زیادتر چیزهایی که ما در مدت زمانی که در این نتیجه رسیدم که مثلا ما در 28 سالگی خود اولین میلیون پول به دست آوردم، در اون وقت چیزهایی که زیاد نیاز بود که ما باید زیاد تلاش میکردم. بسیاری وقتا حتی مثلا من 5 سال ماست، یا مثلا ما شما میگیم که ماست، ما شما چی میگم، خوب همین چیزی که محصولات شیری است، ما 5 سال ماست نخوردیم. یعنی به خاطر از که ما میگفتم که خواب آور است یا خوابیم زیاد میشه، صبح وقت باید در بازار برو، از خاطر استفاده نمیکردیم. و تمام همین قسم قهرمانایی هم که ما شما در بسیاری جایها میبینیم، مثلا در مسابقات بین المللی میبینیم کسایی که مدالای طلا میگیرن. وقتی میبینیم درست است که ما همون 15 دقیقه و 20 دقیقه میبینیم که بنده خدا داخل رینگ میشه و مثلا مدال میگیرن، اما ما دیگرش متوجه نیستیم که او مثلا در عقیب از او چقدر زحمت کشیدن، چقدر تلاش کردن، چقدر مدت زمان را وقت گیر بودن که بالاخره صاحب مدال طلا شدن. و همین قسم بخشی که درباره کتاب شما گفتین، این موضوع رشد توسعه فردی است زیادتر. تمام گپ ها و عادت ها است، عادت های که آدم ما بخوایم نخواهیم، ما بعضی عادت هایی داریم. تمام انسان ها در خود عادت ها داره، عادت های خوب، عادت های بد دارن. و چگونه این عادت های خوب تبدیل به عادت های بد میکنه؟ اول خب عادت ها باید شناسایی شود، بعد از اینکه شناسایی شد باز عادت های بد باید از زندگی خود حذف کنه و جاگزین بساز عادت های خوب. و عادت های خوب با جابجا شدن عادت های خوب با عادت های بد کمترینش از 21 روز تا 45 روز زمان میبره. و هر کس هم میتونه، این اکتسابی است، اصلا قسمی نیست. هر عادت را که ما شما تصمیم بگیریم که حتی اگر بخوایم کدام عادت های خوب هم باشه تبدیلش بکنیم، میتونیم این کارو بکنیم. عادت های بد، عادت های خوب همش قابل تغییر و تبدیل است. و یک و همچنان اکتسابی است، یعنی مثلا آدم میتونه یاد بگیره و میتونه تبدیلش بکنه، اصلا قابل بحث نیست. تشکر جناب استاد. ممنون که در این مورد شما توضیحات دادید. جناب استاد گرامی، دوستان دیگر اگر سوال دارن لطفا مایکشان رو باز کنن، سوالشان رو بپرسن. تا اینکه دیگر دوستان مایکشان رو باز میکنن و سوالش آماده میکنن، یک موضوعی که مهم هست جناب استاد در این روزها مورد بحث هست، این هست که شما فکر کنم برای برنامه‌های آینده اتاق را به اسم اتاق تجارت قلب آسیا راه اندازی کردین. بله. در مورد این اتاق یک مقدار اگر توضیحات بدید که چگونه هست، چگونه کار میکند و آیا این ممکن هست که اتاق تجارت قلب آسیا بتانه به یک اتاق بازرگانی کلان جهانی تبدیل شود؟ موثریتش برای مردم چی هست؟ یعنی برای قشر تاجر، برای مردم عام آیا موثریت داره یا خیر؟ اگر یک مقدار در این مورد صحبت کنین تا اینکه وضاحت داده شد. بله، تشکر از شما. بله کاملا. ما 3 بخش داریم در اتاق تجارت قلب آسیا که البته یه هم زیادتر از تقاضای تاجرها، بعضی کسایی دوستایی که ما داریم بالا از این ما صحبت کردیم و حدودا 6 ماه زمان گرفت تا بالاخره به این نتیجه رسیدیم که باید یک اتاق راجستر شود. بخصوص البته در تاجرای هدف ما تنها یک کشور خود ما هم نیست، کشورهای آسیا است. و در مقابلش البته اصلی موضوع زیادی بالای کشور خود ما است که ما تاجرای توانمند داشته باشیم، تاجرای داشته باشیم که بتونن کارهای بزرگی را انجام بدن و معلومات داشته باشن، مثلا کمبودی ها یا دانش هایی که نیاز باشد در روز کنن، برنامه های
زمانهای سابق و کلاسیک و سنتی که حال فعلا زیاد کارآمد نیست، او را باید به بخش های مدرن و جدیدی نو تبدیل شود. و خود اتاق تجارت اصلا ما سه بخش تقسیم کردیم. یک بخش ما که از بخش است که alipromax.com یا یک سایتی است که در اونجا حداقل 1,000,000 شرکت ها و کمپانی هایی که تولید کننده هستند و یا بعضی دهقان ها و زارعین همچنان کدام بخش هایی که فعالیت دارن میتونن در اونجا راجستر بکنن و جنس های خود با نمبر تلفن و همه چیزای امکاناتی که هست در اونجا میتونن بانن. و این راحت باعث خوب است که خریدارها و مشتری ها میتونن در اونجا یک دیگر خود ببینن و همون جنس هایی که نیاز دارن از دست اول یا آدم های درست پیدا کنن که برای خودشان هم امن تر است. و ما ایره در موضوع راجسترش هم قسمی کردیم که در اونجا کسی ها نمیتونن مثلا آدمایی که مثلا خلاف کار هستن یا اصلا در این بخش نیستن در داخل شون یا کدام چیزی نوشته کنن. از اون خاطر ما در اونجا ماندیم که حتما برگه راجسترشان یا هم کاغذ راجسترشان در اونجا باید بانن. یک بخشی است. بخش دومیش که است بخش یوتیوب است که بعضی حالی خب ما تازه بودیم، امروز مهمانای ما شما هم کم هستند. ما در آینده برنامه داریم که مثل سازماندهی نمایشگاه ها تاجرای ما بیایند در بسیاری کشورها مثلا چین، مثل ترکیه، نمایشگاه ها به حد بزرگ برقرار میشن که مثلا در ترکیه سال 2023 ما خودم اشتراک کرده بودم، از 120 کشور جهان آمده بودن مردمان تاجر. حتی ما امریکای لاتین خودم رفتم با شرکت ها دیدم صحبت کردم. این از کل جای حدودا البته نمیشه کل دنیا باشه، من تا حدودا بالاتر از 100 کشور 120 کشور خود از اعلان میکردن که 120 کشور جهان آمدن در اونجا. از خاطر یا این تو بخشای زیاد دارن، بسیار زیاد نفع دارن برای خود تاجرها، برای خود شرکت ها یا جنسایشون میتونن بفروشن به جنس برای مردم. و یک بخش سومی که مثلا است ما بعضی بزرگا و پروفسورها را، کسایی که معلومات کامل و کافی داره درباره اقتصاد و درباره تجارت، ما یا را باز دعوت میکنیم در آینده ها و صحبت میکنن. خب یک صحبت ابتدایی و اولی را ما شما یک جا صحبت کردیم. در آینده ما زیاد تلاش دارم، برنامه نیست که ما بتونیم بزرگای اقتصاد با آدمایی که خبره های اقتصاد است، پروفسورها و حتی دکترای اکادمیک هم بتونیم دعوت کنیم در اینجا صحبت بکنن و حتی سمینارهایی را بگیریم که مثلا سمینارهای غیر آنلاینی مثلا آفلاین باشه، مثلا در اونجا 2 ماه پیش 3 ماه پیش باشن صحبت کرده و بیاین. و این سه بخشی که ما اتاق تجارت داریم که یک شما عموما گفتیم سایت است که alipromax.com است و دیگه یوتیوب اتاق تجارت قلب آسیا است و همچنین خود اتاق تجارت قلب آسیا است که سازماندهی بعضی برنامه های مثل نمایشگاه ها و توانمندسازی تاجرها و ارتباطات مفید بین یک دیگر رو با یا صحبت میکنن. این یک برنامه خیلی بزرگ است و حتما مفاد خدا برای کل دوستا و کسایی که اشتراک میکنن دارن. تشکر جناب استاد. به عنوان صحبت آخر پیام شما چی هست به عنوان یک تاجر و به عنوان رئیس اتاقهای تجارت قلب آسیا؟ چی پیام دارین برای مردم و برای رفقای اقتصادیتان؟ تشکر شما. بله خب پیام ما این است که دوستای ما مشکل نیست که حتما بیان اعضای اتاق تجارت ما شوند. میتونن در سایتی که ما داریم میتونن در اونجا استفاده کنن از سایت ما، از معلومات ما، چیزایی که برشان نیاز بود، چیزایی که میتونن ازشان استفاده کنن اصلا. یا اصلا اعضای دیگر اتاق تجارت دیگر کشورها شوند، اصلا مشکلی وجود نداره. فقط ما وقتی میتونیم توانمند باشیم که روزانه یا مثلا دانش مدرن تجارت در کل دوستای ما یاد داشته باشن. البته ما کدام جیبی برای از این اتاق تجارت باز کردنش برای خود نداختیم که ما باید از یک درآمدی بسیار بزرگی داشته باشیم. این یک اتاق تجارتی است که خدمت میکنن برای مردم، فعالیت نشان میدن و مردم باعث شود که هر قدر ما تاجران موفق داشته باشیم ما هم قدر خوشحال هستیم و اصل اهداف ما هم برای است. اگر ما خودم اینقدر کار دارم
6 تا شرکتی فعال داریم که کلی از او اداره و مدیریتش آخرش بالاخره در دست ما است. دیگه خودیم هفته یک روز یا یگان تا 2 روز در دانشگاه هم دانشگاه دولتی اقتصاد هم درس میتونم. ما وقت کافی بسیار کم دارم، وقتی که زیاد ندارم، منتها به هر حالتش چون نیاز بود، ما با دوستایی که صحبت کردیم، با تاجرایی که صحبت کردیم، این یک نیاز دانستیم، از خاطر یا هم که خواهش کردن ما هم برشان نگفتیم و ما این را ادامه میدیم. اصلا کدام مشکلی وجود نداره در این بر. امکان داره این سال نه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال آینده بالاخره بعد از اینکه ما بتانیم ثابت کنیم که این چیزایی که ما، فعالیت هایی که ما میکنیم برای مردم نیاز است، برای تاجرای ما نیاز است، و وقت باز خودشون هم دلچسپی پیدا میکنن، خودشون هم باز میاین و بالاخره میشن ازشان استفاده کنن. تشکر جناب استاد گرامی، ممنون از حضورتان در برنامه و اینکه تا این دم با ما بودین، صحبت‌های خوب را مطرح کردین. امیدوارم که خوش و سلامت و سرحال باشین و همیشه موفق. از همه دوستانی که در برنامه تشریف آوردن و تا این لحظه با ما بودن هم تشکر میکنیم. انشالله در برنامه‌های بعدی تحت عنوان‌های بهتر، سمینارهای بزرگتری را دایر خواهیم کرد که بتانیم از این طریق حداقل پیام‌های اقتصادی و روزنه‌های اقتصادی بیشتری را برای جامعه مخاطب خود معرفی کنیم. به این لحاظ با همه دوستان خداحافظی میکنیم. شب و روز همگی بخیر. خدا نگهدار جناب استاد، خدا نگهدار شما. تشکر شما. تشکر شما.